چرا اینجایی؟ از تاریخ 500,000 سال پیشمون به این طرف ما جواب این سوال رو نفهمیدیم که چرا اینجاییم. فقط توی 150 سال گذشته بود که علم قدم اول رو برای یافتن جواب برداشت. در 1859 چارلز داروین کتابی رو منتشر کرد که دنیا رو تکون داد. وقتی داروین جرأت کرد کتاب منشأ گونه ها رو منتشر کنه، این کار پایه های مقدسات اون زمان رو لرزوند. مردم عصر ویکتوریا کلی روابط فامیلی غیر منتظره پیدا می کردن. حالا درکمون بیشتر ما با رضایت به بچه هامون یاد میدیم که از نسل میمونیم. خب میمونیم. اما فکر کنم داروین پیام دیگه ای برای ما داشت، اینکه این تئوری وحشت آوره اگه ازش بترسیم، ولی هیجان انگیزه اگه با شجاعت باهاش روبرو بشیم. نه تنها داروین تونست این سوال جواب بده که ما چطور به وجود اومدیم، فکر کنم تئوری اون تنها جواب درستی رو که میشه گرفت در مورد سوال نهایی بشر به ما میده. چرا ما وجود داریم؟ هدف از پیدایش حیات چیه؟ حدود 10 میلیون موجود زنده روی زمین هست. اینایی که توی موزه حیات طبیعی آکسفورد نمایش میدن فقط یه بخش کوچیکی از کل این موجوداته. هرچند قبل از داروین هیچکی نمیدونست که چرا حیوانات متنوع و پیچیده‌ای وجود دارن. هر قسمت جزئی از بدن یا رفتار اعضای بدن یه موجود کاملا با محیط زندگی و نیازهای اون هماهنگ شدن. پاهای پره‌دار پلاتیپوس به خوبی برای شنا کردن آماده شدن و منقار اردکی اون بین رادار برای صید تنبه توی گلولای، یا برای یوزپلنگ بدن لاغر و چابک یه ماشین شکار نیرومند رو به وجود آورده. قرنها مردم تلاش کردن بفهمن چرا حیوانات اینقدر خوب و مفید مجهز شدن برای کارهایی که توی زندگی انجام میدن. اونا فرض کردن که تنها میتونه یه توضیح باشه، اینکه دنیای طبیعت طراحی شده و طراحش هم خداست. کشیش ویلیام پیلی نیم قرن قبل از داروین با نوشتن کتابی استدلال ساعت ساز رو مطرح کرد. تصور کن در یه فضای باز در حال قدم زدنی. اگه یه سنگ سر راهتون ببینید از دیدنش تعجب نمی کنید. وجود سنگ اونجا عادیه، هیچ احتیاجی به توضیح هم نداره. اما اگه یه ساعت پیدا بشه، وجودش و پیچیدگیش حتما توضیح لازم داره. ترکیب پیچیده و دقیق چرخنده ها یا دقتی که با اون زمان رو نشون میده، اینا مدارکی هستن که نشون میدن ساعت باید طراح داشته باشه. یه ساعت ساز. بعد پیلی در ادامه حرفاش گفت که پس برای پیچیدگی های دیگه طبیعت هم توضیح پیچیده لازم و میشه گفت که براشون یه ساعت ساز الهی هست. اگه این کتابو در 1802 خونده بودم حرفش رو قبول میکرد، اما حالا همه چی فرق کرده. چارلز داروین توضیح بهتر، منطقی تر، مستدل تر و در نتیجه قانع کننده تری داره. داروین استدلال کرد که هیچ طراحی وجود نداره. در نگاه اول ممکنه احمقانه به نظر بیاد، مثل ساعت ساز پیلی به نظر میاد گیاهان و جانوران هم همگی یه ساختار غیر تصادفی و دقیق در خودشون دارن که اجزای اون یه هدف دقیق رو دنبال میکنن. پیچ ها، چرخدنده ها، فنرهای یه ساعت رو بگیرید و اونها رو به شکل‌های مختلف سرهم بندی کنید. فقط یه حالته که توش زمان درست رو نشون میده. اونطور که ستاره شناس فرد هول گفته، اینکه اجزای بدن یه موجود زنده خود به خود و شانسی دوره هم جمع شده باشن، مثل اینه که با وزش باد تیکه های قطعات توی یه انبار به طور شانسی روی هم سوار بشن و یه بوینگ 747 به وجود بیاد. خب پس طبیعت چطور این کار انجام داده؟ چون حتی یه مگس از بوینگ پیچیده تره.
اگه هیچ طراحی وجود نداره، پیچیدگی و تنوع حیات چطور شکل گرفته؟ یه سرنخ در این مورد پشت خونه بیشتر مردم هست. خیلی وقت نیست که کبوتر نقش مهمی در علم داشته، اما به خاطر همین پرنده معمولی بوده که داروین سفر تحقیقاتی خودش رو کلید زد. داروین فهمید که پرورش‌دهنده‌های کبوتر میتونن انواع جدیدی از این پرنده رو به وجود بیارن. با انتخاب دقیق جفت‌ها، اونا میتونن کبوتر معمولی رو تبدیل به 2 جین کبوتر دیگه با اسم و شکل جدید کنن. مثل دومچتری، جاکوبین، صورت کوتاه و انواع مختلف دیگه. داروین میدونست که خاستگاه همه اونها یه پرنده بوده، کبوتر چاهی. پرورش‌دهنده کبوتر، پت برد، نشون داده که حق با داروینه. اگه این پرنده های تزئینی ما هر جور دلشون بخواد نزدیکی کنن و بدون دخالت ما جلو برن، این شکلشون حفظ نمیشه. معمولا توی اولین یا دومین تداخل نژاد از پرنده های تزئینی، رنگشون برمیگرده به خاکستری مایل به آبی توی کبوتر چاهی. تلاش برای خلق گونه‌های جدید اسمش انتخاب مصنوعیه. پس احتمالاً داروین استدلال کرده که اتفاقی مشابه توی حیات وحش هم رخ داده. اما این انتخاب چطور میتونه صورت بگیره؟ اون هم بدون پرورش دهنده کبوتر الهی. بهترین نمونه برای توضیح انتخاب طبیعی به کمک فنچ‌های داروین در جزایر گالاپاگوس توضیح داده میشن. تقریباً 13 گونه از اونها وجود داره که هر کدوم منقار متفاوتی با هم دارن. اما این انواع مختلف همه از یک گونه فنچ مشتق شدن که از سرزمین مبدأ و با یک منقار ثابت وارد شده. حالا دیگه یکیشون عین دارکو با یه تیغ حشرات رو بیرون میکشه. یکی دیگه شون با زندگی کنار لاک‌پشت تنه ها رو میخوره. و سومی که فنچ خوناشامه خون پرنده های دریایی رو میخوره. همه این فعالیت ها یک منقار متفاوت لازم دارن. انتخاب طبیعی یعنی انتخاب برای زنده موندن. منقار تغییر کرده چون تغییر به فنچ ها کمک کرده زنده بمونن. رفتار انسان در قرن 21 هیچ ربطی به دنیای وحشی انتخاب طبیعی نداره. تکامل میتونه توضیح بده انسان‌ها چطور به وجود اومدن، اما نمیتونه روشن کنه این چه راهیه که امروز پیش گرفتیم. بیشترین انرژی ما صرف کارهایی میشه که به نظر میاد ربطی به اهداف بقا و تولید مثل نداشته باشه. ما دیگه حس نمی کنیم که کارهامون طبق اجبارهای تکاملی انجام میشن. به نظر ما آزادتر از اونیم که در همه حال به فکر ژن‌های خودخواه خودمون باشیم. ما هدفهای دیگه هم داریم که انرژی زیادی میبرن. دنیای اطرافمون رو تجسس میکنیم. چیزایی رو برای ایجاد زیبایی خلق میکنیم. دنبال سرگرمی‌هایی فقط برای خوشگذرونی هستیم. و زمانی که سکس میکنیم با جلوگیری از بارداری در واقع در نبرد با ژن‌ها هستیم. اگه ژن‌ها قادر به فکر کردن بودن، حتما از این کارهای ما وحشت میکردن. من شخصا خوشحالم که مغزهای بزرگ ما این آزادی رو به ما داده با ژن‌های خودخواه مبارزه کنیم. دنیای کثیف انتخاب طبیعی دنیای مورد علاقه من نیست. زیبایی و پیچیدگی ظاهری موجودات مثل یوزپلنگ و آهو به قیمت هزینه سنگینی بوده که با خون و رنج اجداد زیادی از دو طرف پرداخت کردند. اما اگه هدف نهایی وجود ما محدود به تکثیر ژن‌هاست، چطور باید بهش غلبه کنیم؟
به طرز مسخره‌ای راهی که ما رو از شر جن‌هامون خلاص می‌کنه هم در نتیجه یک انتخاب طبیعی و این موضوع میلیون‌ها سال پیش در آفریقا شروع شد. اون موقع بشر هنوز شکار میشد. در واقع در محاصره شکارچیان بود و ابزارهای بقا رو تکامل داد. مهمترین این ابزارها مغز بود. انتخاب طبیعی رشد مغز انسان رو پیش برد. این کار خیلی بیشتر از رشد دم طاووس پیش رفت یا سرعت یوزپلنگ. رشد ژنی مرتب جایزه گرفت و مغزهای ما بزرگتر شدند. اونا فقط بزرگ نشدن، متفاوت هم شدن و ما کاری رو تونستیم کامل کنیم که هیچ جانور دیگه‌ای نتونست. هدف گذاری، پیدا کردن آبگیر جدید، نقشه برای شکار، ذخیره غذا برای زمستون و یاد گرفتیم سازگار بشیم و هدفهامون رو تغییر بدیم. چیزی که انتخاب طبیعی در آفریقا از ما ساخت، ظرفیت جستجو و تلاش زیاد و تعیین اهداف بلند مدت در کنار اهداف کوتاه مدت بود و نهایتاً رشد ظرفیت‌هایی برای دوراندیشی. مغز بزرگتر به اجداد ما اجازه داد که بهتر با طبیعت رقابت کنند و بعد یه اتفاق جالب‌تر افتاد. مغز رشد کرد و تونست اطراف رو بهتر ببینه و بپرسه برای اولین بار که چرا ما در این معرکه هستیم؟ ما دیگه به اون چیزی که طبیعت به ما دیکته می‌کرد قانع نبودیم و شروع کردیم به فکر در مورد کارهای مناسب دیگه. ابزاری هم که برای انتقال این اهداف در اختیار داشتیم زبان گفتگو بود. زبان اجازه داد که اهدافمون رو به اشتراک بگذاریم و حالا موجودی که میتونه اهدافش رو به اشتراک بذاره تازه میتونه هدفمند عمل کنه، هدفمند بسازه و حتی میتونه خیلی عجیب‌تر باشه و با زبان هدف رو فراتر از نیازهای روزمره یک نفر ببره. یه مخترع میتونه چرخ رو اختراع کنه، بعد به کمک زبان نسل‌های بعد مخترعان رو مطلع کنه، اهداف خودشون رو با نسل بعد اشتراک بذارن. تکنولوژی مدرک مهم هدفمندی انسانه. از زمانی که بشر قدم‌هایی رو به سمت هدف برداره، این قدم‌ها هم تکامل پیدا می‌کنن. این یعنی نوع جدیدی از تکامل، صورت تکامل غیر ژنتیکی، پیشرفت با سرعتی میلیون‌ها بار سریع‌تر از اونی که تکامل ژنتیکی بهش رسیده. محصول این تکامل تکنولوژیک رو همه جا در اطراف دنیای مدرن می‌بینیم. ما دنیای تکنولوژی خلق کردیم که به ما کمک کنه فراتر از دستورات طبیعت عمل کنیم و به ما اجازه میده کارهای عجیبی هم بکنیم. ما گرسنگی و قحطی رو با تولید نژادهای جدید کم کردیم، آب و هوا رو با کامپیوتر اندازه گرفتیم و بیماری‌ها رو با دارو درمان کردیم. با تکنولوژی ما دنیا رو پر کردیم از مظاهر زندگی هدفمند. اما تکنولوژی یه خاصیت دیگه هم داره و اون عادت و رفتاریه که با فکر کردن به وجود میاد و حیوانی که اختراع میکنه باید نگاهش با جانوران دیگه به دنیا متفاوت باشه. این ماییم که دنیا رو با عینک هدفمندی نگاه میکنیم. چون ما اشیا رو برای هدفی غیر از بقا خلق می‌کنیم، فکر می‌کردیم که این هدفمندی برای طراحی طبیعت هم صادقه و بعدها فهمیدیم که این خبرها نیست.